اگه استریم یه دختر برید همه میگن وای چقدر خوشگلی فلان و فیسا. واقعا به شما پسرا داره بی‌لطفی میشه. شما مثلا یه استریم پسر برو بهش بگو خوشگلی، هیچ وقت شما هیچکی نازتون رو نکشیده. درست میگم؟ گناه دارن، اینام آدمن بابا. همیشه اینجوری بوده که همه ناز دخترا رو میکشیدن و اصلا پسرا اهمیت نمیدادن آنچنان. چه پدر مادرها چه میگن مرد دیگه این باید قوی باشه، این باید. واقعا در حقتون ناحقیه. شما خیلی خوشگلی داد، شما خیلی پرقدرتی داد. کره زمین رو نگاه کن. کره زمین با وجودش پسرایی مثل شما قشنگ شده ها. شما خیلی قوی داد. اگه شماها نبودید کره زمین فقط زنا بودن، خب اصلا به نظرم خیلی جای چرتی میشد. زنا رو هیت نمیکنم و منظورم که وجودتون خیلی قشنگه. فکر کن مثلا مردا نبودن، بعد ما زنا چی جوری داره مثلا رو اینا رو باز میکردیم. اولین نفری که پسر تعریف کرد، آره هیچ وقت مثلا نشده هیچکی مثلا از پسرا تعریف کنه. خب بابا مگه اینا دل ندارن؟